سمی‌ترین اشتباه یه فارسی زبان. استفاده از گوگل ترنسلیت. Never do that. بهترین دیکشنری برای گوشی. تحلیلگران. یه سایت برای تصحیح گرامر. grammarcheck.net. اکسنت امریکن یا بریتیش. من میگم امریکن. تدریس یا مترجمی. قطعا تدریس. کلاس گروهی یا خصوصی. گروهی. کلاس آنلاین یا حضوری. جفتش. یه سایت برای تعیین سطح. Small talk to me. موزیک یا کتاب. قطعا سریال. سریال خوب. من که عاشق فرندزم، ولی یه لینک میذارم توی کپشن سریالای خوب دیگرم ببینید. یه کتاب خوب برای تقویت اسپیکینگ. کتاب Speak English Around Town کتاب فوق‌العاده‌ایه و هر کس که زیر این پست بیشترین منشن رو داشته باشه یه سری از این کتابا رو از من هدیه میگیره. ما تو لینک که توی آفرین